آقا گودرز شما چوبازی زیاد کردی، این چوبازی داره به سمت خشونت کشیده میشه، در واقع یه رقابت ناسالم و کاذب بعضی وقتا موجب یه سری درگیری‌ها میشه. شما راجب این واقعا این تایید میکنی یا نه؟ نه، من خشونت رو قبول ندارم، چون توسط خون بقیه اقوام برادر خودم آسیب دیده نه، یعنی کلن مهنه کنم اشتباه کردم اونو نکنن و ترک بازی رو باید به همون روال قدیم که لذت بخش بی پیر جوان همه در کنار هم بازی کردن، صمیمیت، الان به خشونت، به رقابت ناسالم، نامهربانی‌ها. در واقع حرف آقا گودرز اینه که چوب بازی به هم اصل خودش که ترک بازی قدیم برگرده، به همون برگرده. بله، صفا و صمیمیتی که قبلا داشت به همون برگرده. ولی ما همه در تلاش اینیم که چوب بازی رو کنار بذاریم، ترک بازی قدیم و تنها کسی بیدم که بیش از 130 پا شکستم آخر خط، هم دونه 40 سال ترک بازی کردم. هنرمندا بزرگی ده که مو انگوش کوچیکیشونی بود، ولی مو یکی 40 سال دوام داشتم و آخر خط رسیدم. ما اشتباه کردم، بقیه اشتباه نکنن، چون پایان خط بجز این که پای او خمش کنارم چیزی دیگه نبیده. برادرکشی در واقع، برادرکشی درست نیست. ما اشتباه کردم، بقیه نکنن. لذتی که در ترک بازی هده باور بکن جز بهترین ورزش‌های قومیتی، ولی متاسفانه به دلایل خاصی به خشونت کشیده وابید، برگردن همون ترک بازی رو انجام بدن.